قدرمن لیدونکو کابل ته چې پر لار راځي یوه سیمه ده د نوپوله په نامه باندې دلته نو بیا دغه خټین لوښي خرڅېږي د دې سیمې ته خلک ډېر راځي او د دې سیمې څخه خلک خټین یا تاریخي لوښي کابل ته وړي خو دا سیمه هم ډېره مشهوره ده. لالا خوب هستی؟ شکر سلامت. ساعتت چطور است؟ بخیر سلامت باشی. چالا. این ساحه را بخیال به نام نوپوله میگن نه؟ بله اینجا. خب اینجا از چی خاطر رقم مشهور است؟ همین چیزایی که از گل جور میشه، چیزایی که پخته میشه، گلیسک چرا مشهور است؟ نوپوله خودش مشهور است ولی به حساب کلالی ما هم دیگه همینجا دکانایی که جمعن همینجا هستن مشهور شده. دیگه جای کلالی در خود استال فهم است یکی رایج دور است. دیگه در این منطقه زیادتر جنس است. هنوز زیادتر یا این شما خودتون هم اینجا جور میکنین پخته کاری میکنین یا نه از دیگه جای میارین اینجا؟ نه ما دکاندار هستیم دیگه جای میاریم. این از کجا میاری شما؟ مثلا چیزای گلدانای بیرنگ اینا که از اینجا به سبز در این منطقه پخته میشه. کاسه و چیزای رنگدار که در استال پخته میشه. خب و چطور از کار روزگارتون اینجا خوب است گزاره بشه؟ چقدر است دیگه روز میگذره. خب این چیزا رو کدام مردم زیادتر میگیره؟ از کدام ولایت‌ها میاین از چیزا خوش میکنن میبرن به ولایت‌های خود؟ ولایت کل ولایت‌ها میبرن. ولایت غرب چی مزار غزنی هرات یا کلش خب همین یک دانه کوزه مثلا نمیره شما اینجا چند میتین کما کی طرفتر به این چند میتی قیمت چند است ازی چاینک براتون 300 خب 300 روپیه میشه 300 این رنگش چطور است؟ رنگش شما میگیرین یا خود از اون رنگ میگیره میاره این به حساب به رنگ می باشه اینی چاینک فکر کنم ما رنگ خب این شما رنگ کده خب لیدونکو دا چې دا کومه چاینک چې تاسو ګورئ دا د خټ نه جوړ شوی ده خو بیا دوی دلته رنګي خم په اساسي شکل سره په مدرن شکل سره دوی دغه رنګي خب جوام کاز به رنگ می ما خود ما رنگ کنیم خب ایران شما رنگ میکنه نه اگر هم گرنگ هم است که یا پردی خو بخی دیگه هم گرنگ میشه بله این قیمتش با چند است؟ قیمت از این 200 200 روپیه خب به خدا مقبول چیز هم از دیگه 200 روپیه قیمت است یگان کسی که از کابل می توفا میدین نه میدین خب توفا نمیتونه خب میخرن دیگه 200 روپیه چی است که بخواد من توفا بدم توفا بدین نه این پیسه داره 200 داره یکی از دوستام از فامیل می یک چیز رو توفا میگیره از بشینه میتی براش مثلا چی رو تا بار یک دوست توفا دادی برده انتخاب میکنه دیگه یا جک گلاس میبره یا کاسه میبره یا یگام گلدان میبره حالا تو گفتی که ما را کدام توفا نتی که ما ببریم ما نمیبریم بیاد خدمت زنده باشی سلامت باشی خب پیسه نیست که بخواد یک نفر زورش نکشه بگه حالا دل من شد پیسه ندارم جنس به ما توفا بده میشه زنده باشی مزاق کردم امروز این چیزایی هست که بسیار دیگه فامیل مردم از این خوش میکنن اینجا چیزا هم هست که مثلا شما از دیگه کشور وارد میکنین میارین که اینجا جور نمیشه سابق نه دیگه خود ما دسترسی پیدا کنیم در خود میشه که داشته باشه ما یک چیز دیگه رو نشان میدم امیر شما از اینجا ساختین یا از دیگه جای آوردین اینمی چاینک استایلی کمک اینجا کس بیا کمکی طرفتر اینمی مثلا یا افغانی خود ما دیگه جای جور شده از جای دیگه است کاشی یعنی نشکن نیست کاشی است این کجا جور میشه معلوم نیست که از کجا جور میشه مقصد یه اشار این قیمتش چند است قیمت از اون 200 200 یعنی هم مثلا یک چیزی است که بسیار دیگه مقبول انتیک است مقبول است خب به خاطر که گل است ما میتونیم استفاده کنیم شیشه نیست شیشه ای است یگان مردم گپ داده میدونی که افغانی است اگر نگویم میشه افغانی است خود آدم خودش میفهمه که چی است گل است یا کاشی است کاشی هم از گل جور میشه شیشه نیست شیشه که باز جنسش نداریم جنس شیشه از این کاسای گلی باز چند است قیمت‌های شیر چند می‌فروشید مختلف است 50 روپیه 100 روپیه 80 روپیه 300 دو نیم سه خوب بسیار خوب برای دوستا برای وطندارا چی گفتنی داری که از میرا تیر میشن کاسه بخرن نخرن چی میگی براش والا دیگه از الناس وطنی و صنایع دستی ما استفاده کنم خوبتر است دیگه گرچه که یک ذره نگهداری از این سخت‌تر است خوب ولی باز خوبتر است یک کاسه را که بسیار از اون نان مزه میته کدام کاسه است که امروز نشان بدی پور انتخاب از دست شماست نه که میخوره اون نان میخوره نه که زیاد مشهور باشه که بگی که ولد می نان زیاد همین نفر که مشتری میبرش میگی گیره ببرید ای مثلا پیاوان پارتی مزه میکنن کدام کاسه است نه مثلا آدم گفتن نمیتونه یک نفر میاد میگه آبی شه بده یک می سبز بده یک جگری میگه بده خوش خورد کدام رنگ است کدام کاسه خود ما رنگای جگری و همین جگری هر کس خوشش میاد دیگه
جگری خوب تر است از سنگین است. تشکر سلامت باشی زنده باشی یعنی نیر من میبرم دیگه مشکل نداره بخور. صحیح سگ چای تیار کرد دیوار از چای بخور. سلامت باشی بچه دست بچه تو خوب هستی بیای طرف نه کما کی ایره تو میبری ما ببرم نام تو میگه گپ دیگه آماده نام چی است چی امام الله حبیب الله نام خدیر ما ببرم نبرم بگو ولی بگو. قدرمن لیدونکو ډیر زیاته مننه کوم د شمالي خلک چې دي مینهناک خلک دي میلمه دوسته خلک دي الله دې دوی ژوندي لري خوشحاله اوسېږئ بس موږ هم کابل طرف ته روان وو نو دغه ځای دغه منطقه مو ولیدله خوښه مو شوله راکوز شولو او دغه خټین لوښي مو تاسو ته وښودل نو رښتیا هم چې د کور زینتي شیان دلته پیدا کیږي نو تاسو مالتیا وکړئ د کابل نورې سیمې هم در باندې ګورو موږ سره پاتې شئ